بیاین امروز با من استراحت کنیم. واقعیتش من امروز میخواستم از شهر بزنم بیرون، برم یه جایی که دریاچه داره، یه شهر کوچولویی هست که دریاچه داره، من خیلی دوستش دارم. بعد پلنم کلا این بود که امروز برم اونجا. منتها موقعی که خواستم بلیت بگیرم دیدم که امروز اعتصابه. بعد اینجا اعتصاب خیلی زیاده، یعنی مثلا یه روز کامل قطارها اصلا کار نمیکنن، اتوبوس اصلا کار نمیکنن و خیلی هم اتفاق میفته، یعنی حوصله‌شون سر میره این اعتصابا رو داره دیگه. من بیخیالش شدم، این مجبور بودم دیگه، گفتم اشکال نداره بیام لب رودخونه. بعد به هر حال همین که از خونه بیام بیرون یه ذره تو طبیعت باشم خودش کمک میکنه. من تو این هفته ها خیلی امتحانای سنگین و سختی داشتم و هنوزم تموم نشده و دیگه مغزم داشت منفجر میشد. حتما درس خوندن خیلی خیلی مهمه، مخصوصا برای دانشجوهای خارج از کشور که ویزاشون به این درس خوندن بنده یا بورسشون یا هر چیزی، ولی بعضی وقتا واقعا آدم باید شل کنه، واقعا باید یه ذره به سلامت روانش هم فکر بکنه. و خودم این مدت واقعا خیلی خودم رو تخریب کردم، یعنی کلا در یک چارچوب خونه کتابخونه دانشگاه، خونه کتابخونه دانشگاه، همش توی این فضای مکعبی، فضای بسته تاریک با نور مصنوعی لامپ، با 14-15 ساعت لپتاپ جلوت و در حال کار کردن و درس خوندن. دیگه واقعا این مغزه منفجر میشه. اینه که واقعا امروز احساس کردم که چقدر خوب آدم بعضی وقتا سعی کنه که بزنه بیرون از اون محیط سربسته‌ای که داره و اینجوری یه ذره به خودش فضا بده، زمان بده، یه ذره با طبیعت، با مادر زمین ارتباط بگیره که یکم به مغز اکسیژن برسه. نمیدونم شما هم مثل من مشکل تمرکز براتون پیش میاد تو دوره امتحانا یا نه؟ بر من خیلی این موضوع پیش میاد و هرچی امتحانم سخت‌تر باشه تمرکز کردن منم سخت‌تر میشه. و بعضی وقتا واقعا به این فکر میکنم انقدر که توی محیط یکسان آدم قرار میگیره و هر روز یه سری کارهای تکراری رو تو همون محیط انجام میده، یعنی شب میخوابی، صبح پا میشی، از رو تختت میری روی میز، شروع میکنی به درس خوندن، لپتاپ باز کردن، همون رو جمع میکنی، دوباره مسیر تکراری کتابخونه فلان اینا رو انجام میدی، ذهن خسته میشه. وقتی که ذهن خسته بشه دیگه نمیتونه تمرکز کنه. میگم نه همه نظر منه، این چیزی که خودم برای خودم احساسش میکنم اینه که بعضی وقتا خیلی خوبه که آدم از اون مسیری که همیشه داره میره یه کمی تغییر بکنه. همین که آدم یه سری از ساختارهای ثابت ذهنیشو بشکونه میتونه خیلی کمک بکنه واسه اینکه تمرکز آدم بره بالاتر. مثلا من خودم هر موقع بیشتر از 2 روز توی خونه درس بخونم، روز سوم دیگه نمیتونم تمرکز کنم. ولی اگه جامو تغییر بدم، مکانمو تغییر بدم، مثلا برم یه کتابخونه، باز فرق میکنه، مجبور میشم که تمرکز کنم. باز اگه تو همون کتابخونه اگه زیادی بمونم تمرکزم به هم میریزه، مجبورم هی مدام جامو عوض بکنم. یه وقتایی این چیل کردنه میتونه به آدم خیلی کمک بکنه. من قبلا خیلی نسبت بهش گارد داشتم، به خاطر اینکه احساس میکردم اگر که یه روز به خودم استراحت بدم، اگر یه روز چیل بکنم آدم بدیم، به خاطر اینکه کارای من داره عقب میفته. ولی کم کم اینو یاد گرفتم که نه، اتفاقا خیلی هم کمک کننده است. این هفته یک امتحان خیلی خیلی سخت در انتظارمه که در واقع امتحان برنامه‌نویسی جاواه که واقعا سخته. یعنی خودم هنوز احساس میکنم که اونقدر یادش نگرفتم و همین فکر که الان من اینو هنوز خوب یاد نگرفتم
و دیگه زمانی مثلا اونقدر نمونده واسه این که حالا یه سری چیزا رو رفع اشغال کنم واسه خودم، خیلی داره بهم اضطراب و نگرانی میده. حالا الان من خودم یه مدتیه که دارم دنبال یه سری راه حلا میگردم که بتونم اون هیجان اضافی وجودم رو تخلیه بکنم، چون وقتی مثلا این هیجانات میاد سراغم که خیلی پر از اضطراب و تنشم، واقعا نمیتونم تمرکز کنم. یعنی ممکنه که مثلا روی یه خط نیم ساعت بمونم و یادش نگیرم و در لحظه فکر کنم که دارم یاد میگیرم، بعد مثلا شیطون گولم بزنه برم سراغ چت جی پی تی برای اینکه بتونم مثلا یه راه حل پیدا کنم، فقط بتونم اون رفع تکلیف بکنم. ولی خب میدونم که هوش مصنوعی سر جلسه امتحان نمیاد به کمکم و فقط خودم هوش طبیعی و حقیقی رو باید استفاده بکنم. دقیقا مثل خیلی از آدمای دیگه خیلی شدید عادت و اعتیاد پیدا کرده بودم به این که همش برم تو اینستاگرام، هی برم ریلز نگاه کنم، همینجوری یهو میدیدم که 2 ساعت وقتم همینجوری داره میره، نه به هم چیزی اضافه شده نه اینکه اون هیجانم تخلیه شده، فقط همینجوری که دارم این فیلم‌های مختلف اینستاگرام رو رد میکنم، همینجوری هم گوشه ذهنم دارم که ببین داری وقتت تلف میکنی، داری وقتت تلف میکنی، این احساس گناهه، این احساس عذابه باهامه، ولی همچنان دارم ادامهش میدم. اما الان یه مدتی که یه راه دیگه ای که پیدا کردم، به جای اینکه وقت بگذرونم توی اینستاگرام و چرت و پرتا فیلمای چرت و پرت و تکراریشو هی نگاه بکنم، برای تخلیه استرسم شروع کردم به بازی کردن و این خیلی داره بهم کمک میکنه. نه اینکه حالا بازی کردن خیلی اتفاق مهمیه، خیلی کمک کننده است، خیلی مفیده، چیزی بهت اضافه میکنه، نه لزوما اضافه نمیکنه، ولی خب باز انگار به اون بیهودگی فیلمای چرت و پرت اینستاگرام نگاه کردنم نیست. یعنی مثلا تو وقتی داری یه بازی رو انجام میدی، ذهنت داره درگیر میشه به هر حال و داری از مغزت کار میکشی که مثلا معما رو حل بکنی، یا مثلا اگه مثلا بازی های استراتژیکی و تاکتیکی فلان اینا رو مثلا انجام بدی، ذهنت داره فعالیت میکنه. حتی اگه شطرنج بازی کنی به صورت آنلاین، خیلی به نظرم مفیدتره تا اینکه ریلزای چرت و پرت اینستاگرام رو نگاه بکنی. خب من دیگه الان برگشتم، الان دوباره وقتشه که دوباره لپتاپ بگیرم دست و شروع کنم به درس خوندن که فردا امتحانم شروع میشه. یه ذره استرامم کمتر شد برای امتحان فردا، ولی نمیتونم بگم که کاملا رفع شده، چون که هنوز احساس میکنم که واسه این امتحان شاید آمادگی کامل رو ندارم. 1 هفته زمان دارم که این پروژه رو تحویل بدم که در واقع
احساس میکنم که یکم چالش بیشتری دارم این هفته، چون که کلا فکر نمیکنم که جاوا زبونی باشه که مثلا بتونی توی یه نیم ترم یادش بگیری، توی یه ماه 2 ماه یادش بگیری و احساس میکنم که شاید زمان بیشتری احتیاج داشتم برای اینکه بتونم قلقه این زبون رو یاد بگیرم. ولی اشکال نداره، حالا ما باش پیش میریم. امیدوارم که این دفعه از پسش بر بیام و ببینیم که چی میشه. من امشب تمام وقتم باید بذارم بشینم تو یوتیوب فیلمای آموزشی جاوا رو نگاه کنم، نگر اینکه بلکه بتونم یه ذره برای امتحان آماده تر باشم. مرسی که امروز همراه هم بودین، خیلی دوستتون دارم. بوس بوس، چاو چاو.